فرصتی هست تا جناب آقای دکتر احمدی نژاد به پاس خدمات، زحمات بی‌دریغ و عمر و فرصتی که جناب آقای اسفندیار رحیم در این زمینه، اجازه بفرمایید که ما در این زمینه دعوت بکنیم از جناب آقای دکتر ملک زاده، جناب آقای مهندس بقایی و جناب آقای دکتر موسوی، جناب آقای داریوش ارجمند که در این فرصت و در این لحظه ما رو همراهی بفرمایید. آقای ارجمند خواهش میکنم. در ابتدا وظیفه میدونم از برادر بزرگوار و ارجمندم جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ریاست محترم و محبوب جمهوری اسلامی ایران و اعضای محترم هیئت دولت، برادران و خواهران عزیزم در کابینه، به خاطر عنایت، محبت و لطفی که نسبت به بنده مقرر داشتن، باید عرض بکنم که بنده شایسته چنین نشانی نیستم و اما مزایای مادی این نشان که مزایای قابل ملاحظه‌ای است، بنده به من تعلق ندارد و من اون رو نمی بخشم، مال من نیست که ببخشم، این به من تعلق ندارد، به جامعه ایرانی تعلق دارد، به ملت مؤمن و متدین تعلق دارد، به اهالی فرهنگ و هنر تعلق دارد. من به نمایندگی از همه فکر کردم که این رو تقدیم بکنم به بخشی از جامعه که نیازمند عنایت بیشتر است. من 50% از مزایای مادی این نشان رو به پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر که اکنون با بیماری‌های سخت مواجه هستند تقدیم می‌کنم که توسط درمانگاه ریاست جمهوری هزینه درمان آنها بشود و 50% دیگر اون رو تقدیم می‌کنم به گل‌های نورسیده‌ای که وقت پژمرده شدنشون نرسید اما الان پژمرده‌اند. به کودکان سرطانی تقدیم میکنم و در آستانه بهار که فصل رویش است دعا میکنم که اینان ریزش نکنند، بمانند. و اما سخن پایانی سخن عشق است، سخن محبت است، سخن لطف است. من دیدم در بین همه این اوصاف که برای امام عصر وضع شده است یک وصف دیگر غوغایی است، جلوه‌ای است، نامتناهی، بی پایان، لطیف، ظریف، فراگیر، عمیق، بالا و پایین، چپ و راست، جلو و عقب، همه رو در بر میگیره، همه انسانها رو در بر میگیره، همه طبقات رو در بر میگیره، همه ملت‌ها رو در بر میگیره، همه نژادها رو در بر میگیره. و اون وصف زیبایی است که فرمودند السلام علیک یا ربیع الانام و نظرة الایام، سلام بر تو ای بهار انسانها. ما اگر اماممون رو به دنیا تبلیغ میکنیم، دنیا بداند که امام ما بهار است. و السلام علیکم و رحمت الله. تجلیل شد از یک فرزند
برومند و عزیز ملت ایران، برای من سخن گفتن از جناب آقای مهندس مشائی سخت است. اما باید شهادت بدم این مرد دلی دارد مانند آینه پاک و زلال. قلبی دارد مهربان عاشق همه انسانها و ایمانی دارد به استواری دماوند و الوند و دنا و سبلان. من افتخار آشنایی با ایشون رو از 27-8 سال قبل دارم. و این آشنایی رو جزء عنایات اصلی خداوند متعال بر این بنده کوچکش بر خودم میدانم. چون مدیری است با تدبیر و مسلط، مرد اخلاق، مرد هنر، مرد عشق، با تلاش استثنایی ایشون البته شکست نفسی کردند. خیلی ها کمک کردند در ثبت جهانی نوروز و جهانی شدن این جشن آسمانی، اما ایشون نقش منحصر به فرد بود. در یه دوره کوتاه چند برابر تاریخ ثبت جهانی آثار میراث ملی ما و آثار ملی ما ثبت جهانی شد، ثبت ملی شد، به جامعه بشری معرفی شد. ایشون برای همه مانند برادری دلسوز و امین دلسوزی میکند. من ندیدم کسی با ایشون ملاقات بکنه بدون اراده قبلی یا اراده خاص با ایشون ملاقات بکنه و شیفته ایشون نشه، شیفته اخلاق ایشون، شیفته منش ایشون و شیفته بزرگی ایشون. صاحب اندیشه است، صاحب نظریه است، در زمینه‌های گوناگون، به خصوص در مسائل بنیادین و اساسی جهان و انسان و رابطه انسان با خدا، مدیریت جهانی. من بر خودم وظیفه دیدم به نمایندگی از ملت ایران از ایشون، به نمایندگی از فرزندان شایسته این ملت تقدیر کنم. البته من برای نصب مدال از ایشون اجازه گرفتم. اجازه می دهید که نصب کنم؟ و این رو جز افتخارات زندگی خودم می دانم
که علیرغم همه هیاهوهای بی بنیان خدای متعال این توفیق رو داد که بنده به نمایندگی از ملت، از یک فرزند برومند ملت تجلیل کنم. ملت قدر فرزندان خود را می شناسد و شناخته است. بخوام خلاصه کنم، یک کلمه اگر بخوایم آقای مهندس مشائی رو در یک کلمه معرفی کنیم، باید بگوییم مهندس مشائی مردی است بهاری بهاری بهاری.